حديث نمبر 18 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن ما تصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه خطيئة رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما تصیب المؤمن من شوکت، نمیرسه به یک انسان مسلمان یک خاری، یعنی یک خاری در یک عضو بدنش مثلا نمیخله، فما فوقها یا بیشتر از او یا بلندتر از خار، الا مگر ای که رفعه الله بها درجه، الله متعال بر از او یک درجه را بلند میکنه، او حط عنه خطیئه، یا ای که الله متعال از او یک گناهی از او را دور میکنه و معاف میکنه. از این حدیث شریف ما و شما درس میگیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم میده که اگر برای یک انسان مؤمن یک ضرر میرسه، این انسان مسلمان باید صبر بکنه، به خاطر ازی که ولو که اگر یک خار هم در پای ازی بخله، در مقابل ازو هم بر ازی چی داده میشه؟ یا رتبهش بلند میشه پیش الله متعال، و یا هم گناهی از گناههای از او بخشیده میشه. پس هر مصیبتی که از جانب الله برای یک انسان مؤمن میرسه، او به خیرش است و رتبهش بلند میکنه و گناهش از او دور میسازه. و السلام علیکم و رحمت الله.